گفته خود آقای دکتر بختیار، شما وقتی به مدت 25 سال مبارزه کردید و یک خواستهایی رو مشخصاً روش تاکید کردید و وقتی که رقیب سیاسی شما یا دشمن شما میپذیره که اون خواستهای شما رو قبول میکنه، هیچ دلیلی نداره که شما از مسئولیت خودتون شانه خالی کنید. به همین دلیل مثل هر رجل سیاسی منطقی و مسئولی، اون موقعی که پادشاه مملکت پذیرفت که قانون اساسی رو تماماً به اجرا بگذاره و خودش دیگه نقشی به غیر از سلطنت نداشته باشه و در حکومت دخالتی نکنه، دکتر بختیار میبایست و بپذیره و این کار رو کرد. خانم برومند، تنها پذیرش به هر حال الان بعد از چند دهه آدم بشینه و برگرده بگه اینجا اشتباه بود اونجا درست بود، خب بخش زیادش خیالی است. تنها پرسش های زیاد در پیوند با پذیرش نخست وزیری برای آنچه که دکتر بختیار میگفت اون هدف سوال نیست. حتی استعفا دادن و استعفا ندادن در واقع دکتر بختیار تا روز 22 بهمن هم جای پرسش داره. چرا تا اون موقع صبر کرد آقای دکتر بختیار؟ واقعا فکر میکرد که تا روز 22 بهمن چون این تصوری داشت که ممکن است اوضاع عوض بشه و مثلا خمینی به قدرت نرسه؟ ببینید آقای فلاحتی، چندین مسئله رو شما در این جمله مطرح کردین که بهتر رو یک به یکش برگردیم. اول اینکه کاملا مشروعه که در شرایط تاریخی و با نگاه به تاریخ ما رو بعضی مسائل برگردیم و فرض کنیم که آیا این درست بود یا غلط بود. اصلا به این صورته که تجربه سیاسی آموخته میشه و یک نسلی از نسل قبل درس میگیره. نکته دوم اینه که یه نکته دیگه هم که بهش اشاره کردید اینه که در شرایط انقلابی که واقعا همیشه همونطور که کشورهای دیگر رو هم مثال زدید که هیچ چیزی مقدور نیست و نمیشه نظام رو نگه داشت و همه چی باید حتمی است که از بین میره و تغییر میکنه، این خودش به نظر من یک میشه راجبش فکر کرد، برای اینکه اینطور نیست. یعنی در این شرایط انقلابی مطرح میشه برای برهم ریختن اوضاع که ایدئولوژی هایی که در واقع رقیب هستن دموکراتیک نیستن، مثلا در انقلاب فرانسه، مثلا در شوروی، مثلا در کوبا. اما ما شرایط انقلابی دیگری هم دیدیم که کاملا مذاکره شده و گذار از یک نظامی به نظام دیگری به صورت مسالمت آمیز انجام شده و با مسئولین امر کاملا هماهنگی شده، مثل شیلی، مثل چکسلواکی و مثل حتی شوروی بعد از گزارش به یک نظام غیر کمونیستی. در نتیجه ما با یک سری پیش قضاوت هایی که اصولاً مطرح میشه که در شرایط انقلابی پیش میاد، آدم کشی میشه، این فرض ها رو همینطور میشه راجبش فکر کرد و زیر سوال برد، برای اینکه در شرایط انقلابی هیچ دلیلی نیست که بی خودی بگیرن آدم ها رو بکشن به صورت خودسرانه. در نتیجه در رابطه با مسئله دکتر بختیار هم شرایط اینی که احتمالاً دکتر بختیار شانسی نداشت در هر صورت دلیل این نمیشد که از مسئولیت خودش رو از نظر تاریخی نپذیره، چون اون یک خواستهایی داشت و یک اهدافی رو برای ایران دنبال میکرد که دموکراسی و حکومت قانون بود و هیچ راه دیگری به جز اون راهی که اون انتخاب میکرد مگر اینکه شما منفعل باشین و در خانه بنشینین و چشم خودتون رو فقط افسوس بخورین، هیچ کار دیگه ای نمیشد که بکنید. در اون صورت به نظر من دکتر بختیار درست این کار انجام داد و عدم استعفای دکتر بختیار یک تصمیم سیاسی و فلسفی بود از نظر سیاسی، برای اینکه اون معتقد بود که آخه شما وقتی استعفا میدید باید به یک قدرت مشروعی، باید به یک کسی که مشروعیت سیاسی داره، مشروعیت دموکراتیک و قانونی داره استعفا بدید و در اون شرایط هیچ کسی نبود از نظر دکتر بختیار که شایسته این باشه که به دکتر بختیار استعفای خودش رو تقدیم به اون بکنه. به همین دلیل هم دکتر بختیار اعتقادش این بود که تنها مقامی که شایسته تقدیم استعفای اون هست
مردم و حاکمیت مردم هستند و در نتیجه تا وقتی که مردم در شرایط آزاد به پای صندوق‌های رأی نرفته باشند و تصمیم خودشون رو از طریق رأی آزاد در شرایط آزاد مشخص نکرده باشند و یک قدرتی منبعث از اون تصمیم گیری شکل نگرفته باشه، کسی نیست که دکتر بختیار به او استعفای خودش رو تقدیم کنه. خانم برومند، قبل از اینکه باز من سوال کنم زیادی هم نداریم برای اینکه حجت دیگری آورده باشم برای سوالی که ازتون کردم. در حقیقت شما در پاریس تلاش کردید که آقای خمینی رو ببینید و از سوالایی بکنید. خاطره ای رو من در یکی از مطالب شما خوندم. خواهش کنم خودتون بفرمایید من تکرار نکرده باشم. و خب با این دانسته من سوال میکنم که چرا دکتر بختیار نخست وزیری رو پذیرفت و بعد چرا کنار نکشید. بفرمایید. ببینید، من در وقتی که دانشجو بودم، اون موقعی که آقای خمینی در پاریس مستقر شد و تصادفاً در چاپخونه‌ای که در اختیار آقای بنی صدر بود کتاب ولایت فقیه رو پیدا کردم و اون رو خوندم و به شدت نگران شدم و با آقای بنی صدر راجع به اون کتاب و محتواش و اینی که آقای خمینی کوچکترین نگاه دموکراتیکی به دولت و اصولاً حکومت نداره و یک ولایتی رو برای مردم پیش بینی کرده صحبت کردم و ایشون گفت که نخیر، آقای خمینی عقایدشون تغییر کرده در این سالها و من گفتم خوبه از ایشون بپرسیم که آیا عقایدشون تغییر کرده و بالاخره آقای بنی صدر قبول کردن که من چند سوال رو در باب منشأ دولت و اساس حکومت بنویسم و بدیم آقای خمینی و ببینیم جواب ایشون در این مورد چی هست که این کار انجام شد و درست قبل از شاید یک هفته قبل از این بود که آقای خمینی به ایران باز برگردن و داماد ایشون آقای اشراقی این سوالها رو به من پس دادن و گفتن که آقای خمینی به این سوالها پاسخ نخواهند داد. من گفتم چرا پاسخ نخواهند داد؟ ایشون با یک لبخند نسبتا سردی گفتن که برای اینکه الان وقتش نیست. و اون موقع با اینکه من جوان بودم و ناآگاه، مشخص شد برام که یک هفته قبل از بازگشت ایشون به ایران حتما وقت اینه که شما راجع به آینده و افکار سیاسیتون با مردم صریحا صحبت کنید. و شاید اتفاقا به همین دلیل بود که به نظر من تصمیم دکتر بختیار درست بود، برای اینکه دکتر بختیار کاملا متوجه بود، چون آقای خمینی از قبل از اینکه بازگرده به ایران خیلی مشخصا انحصار قدرت و رهبری رو در دست خودش گرفته بود و هیچ کدوم از نیروهای سیاسی تاریخی ایران رو اصلا براشون پشیزی ارزش قائل نبود. کما اینکه به پدر من در ملاقاتی گفته بود من جبهه مبهه نمیشناسم و اگر که هرچی هم که صلاح دونستم به موقع اعلام خواهم کرد. و خب یعنی شما با یکی از مهمترین نیروهای لیبرال تاریخی مملکتتون یک چنین برخوردی داشته باشین، مشخصه که هیچ خیال ندارین که یک نظام دموکراتیک برای ایران آماده کنید و پیشنهاد کنید. به همین دلیل دکتر بختیار در یک موقعیت خیلی کوتاهی که تنها شانسی بود که میشد سعی کرد که جلوی این سیل رو گرفت، اون سعی خودش رو کرد، به ملت هشدار داد. حالا اگر که ملت و به خصوص روشنفکران و نخبگان سیاسی کشور متوجه نشدن به علت فقر فرهنگ سیاسی کشورمون، اون دیگه تقصیر اون نبود. همونطوری که اون نواری که از ایشون گذاشتید، ایشون گفت که وقتی که با هلیکوپتر پرواز کرد مثل اینکه یک کوهی رو، باری رو از رو دوش ایشون برداشته شد، برای اینکه اون مسئولیت رو در اون دوران دکتر بختیار عملاً تنهایی بر دوش کشید و این بار خیلی سنگینی بود و وقتی که یک ملتی نخواست از روی جهل، دیگه یک نفر ازش کاری بر نمیاد. اما من فکر میکنم که نقشی که دکتر بختیار بازی کرد شاید در کوتاه مدت نتیجه نداشت، ولی همین که امروز شما با من یا با دیگران هر بار که سالگرد قتل دکتر بختیار هست یک بحثی در مورد این قضیه مطرح میشه در سطح ملی و نسل جوان در این مورد فکر میکنه و ازش یاد میگیره، فکر میکنم در واقع کاری که دکتر بختیار بود یک سرمایه گذاری بود که با جان خودش برای آینده آزادی در ایران کرد. سپاسگزارم خانم لادن برومند.